أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله وحبيبه محمد صلى الله عليه وسلم وعلى أصحابه وأزواجه داعين إلى صراط مستقيم. اما بعد، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. برادران اسلامی و برادران ایمانی، چقدر که زندگی امروزه میشینیم و انسان ها میبیاین و میروند، در عهد پیغمبر هم همین خیلی بود. پیش جناب پیغمبر انسان ها می آمدن، می در آمدن، می پرسیدن، می رفتن. روز یک جوان پیش رسول اکرم در آمد. حدیث امام احمد روایت میکنه که جوان در آمد، گفت که متى تقوم الساعه یا رسول الله، یعنی که بعد سلام، بعد پرسیدن احوال پرسی با جناب پیغمبر، یک باره از یک مسئله عجایب پرسید. این مسئله چی بود؟ گفت که متى تقوم الساعه، ای پیغمبر قیامت کی می شود؟ از یک کار پرسید که همه را حیران میکنم. اگر ما و شما را یک انسان بیاید و سلام علیکم و یک بار از یک کاری نازک پرسند، ما هم حیران میشیم، ما هم عجایب میشیم. رسول اکرم در جواب گفتند که شما که خواستار قیامت هستی، قیامت چی تیاری داره؟ بعد قیامت پرسیدسته، قیامت اونجا جای یگان هزل و شوخی نیست. قیامت جای هسته که اعمالای ما و شما رو میپرسند. اگر از این عمر ورق میزنن، اگر از این بندگی ورق میزنن، نامه اعمال ما و شما رو چیکار میکنن؟ میکشوین، میمونن. تو چی تیاری داری قیامت ده؟ میگه اون جوان میگه کم در آرام گرفت و با سر بلند کرد و گفت من 5 وقت نماز و پیغمبر میخونم و ادیت زکات، زکات ما میتیم و حججت البیت، خانه خدا را یک بار زیارت کردم، حج کردم. او قدر حساب کردم که عمل زیاد ندارم، همین نماز دارم و زکات ما میتیم و حج کردم، این زیاد هیچی ندارم و یک چیز دارم. چیه او؟ گو او هم همینه که پیغمبر خدا را دوست ندارم. همین قدر دارم او چیز، دستاوردم همین که همین پیغمبر خدا را نقض میبینم، لیکن به حد دوستش میدارم. این همین اعمال و این همین قدره. و رسول اکرم میگه سرش برداشتن، گفتن تو فردا قطعی کسی در قیامت و بهشت هستی که او را دوست میداری. یعنی که برادرای عزیز، کسی قطعی هم نشینه پگم در همون چه قطعی هموهی، پگه در همون جمع قطعی هموه میشینه میخیزیم. رفیق بعد ایمان از بین میبره، رفیق بعد ایمان بر هم میزنه، رفیق بعد عملا را از بین میبره. ممکن که ما با رفیق بعد یک سخنی بده گویم که خدا 1 ساله نماز ما را بر هم تیه. حضرت مولا میگه در اینجا اگر تو باشی با محبان، اگر در این دنیا قطعی دوستای خدا باشی، قطعی انسانهای راست باشی، انسانهای سلیم و با سلامت باشی، انسانهای با توفیق باشی، انسانهای قطعی باشی که ترا به راه درست دعوت میکنن، میبرن که فردا حشر خیزی بین ایشان، فردا سر تایگور میخیزه میبرن قطعی هموی و حسن اولئک رفیقا. قرآن میگه چی نیک رفیقنی ها که میخواه که قطعی ابوبکر صدیق باشه، که میخواه که قطعی عمر باشه، که میخواه قطعی عثمان و علی باشه، او صحابه و شهدا قطعی باشه. همون انسان هایی که در این دنیا راه او را دوست دارن. جناب پیغمبر صلی الله علیه و سلم میپرسن، میگن مومن کیه؟ میگه مومن همون انسانی است که 2 خصلت در وی پیدا شود: به خاطر خدا آدم را دوست دارد، به خاطر خدا آدم را بد بیند. کسی را دوست می‌داریم و بعد به خاطر خدا دوست داریم. کسی را دوست می‌داریم و کار خدا را میکنه باید دوست داریم. نمازخوان را دوست داره، راستگو را دوست داره، زکاته دوست داره، حج کنه دوست داره، مسجد بیا را دوست داره، پدر و مادر حرمت میکردگی را دوست داره، حلال خور را دوست داره.
به نماز بد بینه، به روزه را بد بینه، هممون به حج بد بینیم. کسی که زید آیین پیغمبر گپ میزنه ما اونها را باید به خاطر خدا بد بینیم، برای که خدا او را بد دیده. خدا وقتی پیغمبر آخران حج میکنه، از آخران حج او را با نام حجت الوداع میگن. بعد این حج پیغمبر از مکه به سوی مدینه آمدند، در یک وادی اردوگاه میزنه رسول الله. ببینید که 100 زیاده از 100,000 حاجقتی در همون بیابان چیکار میکنن؟ پلاتکه میزنن میایستن. بعد از او پیامبر میگه بالای تپه برآمد و زیاده از 4 ساعت خطبه خواند. همین جدا میگه با آیه مبارکه سوره مائده نازل شد. الیوم اکملت لکم دینکم. امروز برای تی پیغمبر دین تا پره کردم، برای تو دین تا پره کردم. و اتممت علیک نعمتی، تمام نعمتام در دین تو پره کردم. و رضیت لکم الاسلام دینا، من راضیم که امروز اسلام دینی تو باشه. دیدیسه این آیه دا معلوم شده که کسی ای اسلام بیرون میبره و ای خدا دور رفته. یعنی که اینجا دیگه کار تمام شده دیگه، کار با پرگی تمام شده که دین ما رو نامش اسلام بوده. خدا میگه این نامش چی میگه؟ رضیتو لکم الاسلام دینا. خدا میگه که من راضیم که اکنون دین زمین اسلام باشه. انا همین آیات ما دلیل میگیریم کسی در اسلام نه جهنمیه. انا همین آیات ما دلیل میگیریم که قسمت مفسران میگن که آخران آیاتی که به پیغمبر نازل شده. کدام سوره بوده؟ الیوم اکملت لکم دین. امروز دین تا پره کردم، دینی تو پره، نعمتها در دین تو فراوانه. کسی که دینی تو را اگر قبول نمیکنه من وی راضی نیستم. کسی دینی تو را قبول میکنه من از وی راضیم. رضیتو، من راضیم میگه خدا. لکم الاسلام دینا، اسلام برای تو دین باشه. امروز دین پیغمبر در حجت الوداع پره شد، همش پره شد، رسید با واسطه خلیفه ها و با واسطه صحابه ها دین به ما آمد. برادرها کسی را ما باید دوست می‌داریم، باید به خاطر خدا دوست داریم، برای که دین پیغمبر پره شده دیگه، شریعت پره شده دیگه، راه برای ما روشنه. ما باید دنبال هیچ کس نرویم، باید ما دنبال رسول ما رویم. هر آن گوسپنده که از عقیب گله نبیاید طعمه گرگ میشه. هر مسلمانی که از قفای جمعیت مسلمان ها، از قفای امت رسول الله نمیره و طعمه شیطان میشه. من شذ فی النار گو پیغمبر. کسی جدایی میکنه دور میگریزه، کسی جدایی میکنه دور میگریزه، کسی جدایی میکنه دور میگریزه، او جاش جهنمه. بدبختی ما همینه که ما امروز سرجم نیستیم. ما مسلمان ها باید سرجم باشیم. بین ما در یک کس خیانت کرد باید به خاطر خدا باید دور شویم. جنگ نه، جنجال نه. ما باید در روش که برادر تو کار خدا رو نکردستی. ما به خاطر خدا خطی تو دوستیم، به خاطر پروردگار خطی تو دوستیم، به خاطر دین ما دوستیم. ما غیر خدا و غیر رسول خطی تو دوست شده نمیتونیم. انا همین اسلام، انا همین ایمان، انا همین شهادت، انا همین دوستداری رسول الله. امروز جناب پیغمبر گفت کسی که اگر فاسق تعریف میکنه فسقشه، در همون تعریف با میخنده و لذت میبره، عرش خدا میجمه. یک انسان زیناش تعریف میکنه، یک انسان دزدیش تعریف میکنه، یک انسان رهزنیش تعریف میکنه، یک انسان قماربازیش تعریف میکنه، یک انسان حرامخوریش تعریف میکنه. امیده با ما لذت میبره، ما خنده ما امیده وصف میکنیم، عرش خدا میجمیده. خب این گناه را تعریف کنیم مخرسان شویم. باید ما این خیلی نباشیم. دینی ما همیه تربیتش. ما باید به خاطر خدای دیگرمون دوست داریم. کسی کاری خدا را میکنه ما عاشقی ویم، دوستی ویم، ما صمیمی باشیم. کسی کاری خدا را نمیکنه برادرها السلام علیکم و رحمت الله گو ای پیش برو. قرآن میگه و ایزا خاطبهم، وقتی که مؤمنین خدا چی خاصیت دارن برای اونها
خطاب میکنن و خرخشه میکنن و صحبت میکنن و گپای به معنی میگن که جاهلون نادانا اونا چی میگن و قال السلام اونا چی میگن سلام علیکم ما پیشتون رفتیم. خدا میگه وقتی که خطی شما جاهلا و نادانا خرخشه در میخیزن شما سلام قطی اوجه بروی روی سلامتی قطی جمع نکنه قطی شما گپ شما حقا یا سلام شما تی روی میگه یا سلام نامتی بس سلامت از اوجه بروی گپ شما درسته میگه برای جاهلا خطی میگه شما گپ نزنه جاهلا خطی خرخشه نکنه اسلام اینه سلمان ای فارس میبیا بلال از حبشه میبیا صحابه از قریش میبیا صهیب ابن سینان از روم میبیا همه میان میبین در اطراف رسول الله نمیگن که تو فارسی و تو ترکی و تو تاجیک نمیگن که تو حبشی تو وحشی اونها میگن که اشهد ان لا اله الا الله و ان محمد رسول الله این کلمه ما رو برادر میکنه بزلانه به کلمه دوست کرده اشهد ان لا اله الا الله و ان محمد رسول الله بو کلمه بو سخن بو کلمه بو صلاه و شهادت بو براتство بزلا دوست و بو کلمه هر انسان ایتسا شرط یا بو ازبک می تتر می قرغیز می روس می امریکانس می عرب می تاجیک می فرقی ها اشهد ان لا اله الا الله و ان محمد رسول الله بزه برادر بزه اکامز بزه اکامز بزه امکمز تاغومز قرآن آیت سلا برادر سلا اخوه سلا براتس و نمامه اشهد ان لا اله الا الله و ان محمد رسول الله شو کلمه بزلگه بزلگه رنگ کرگ ماست قرسم آقسم مقصد قرسم آقسم قزلسم به شرط yok الله ده الله گه نما شرط ایمان اشهد ان لا اله الا الله و ان محمد رسول الله منم اکا اوکا بنام اکا اوکا بنام اکا اوکا بنام اکا اوکا هر انسانی پیغمبرimizni gapirishni olmasa Allohga gapirishni olmasa Qur'onga itoat qilmasa payg'ambarimizni suxan hadisiga itoat qilmasa bu insonga bizlarga do'st yo'q assalomu alaykum yo'lingga ket islom shu islom aytadiki inson musulmonlarini sizlar do'st olinglar yaxshi munosabat qilinglar hamon zamoni ki u musulmon ham Allohga yo'l tutgan bo'lsin agar bo'lmasa vaqtiga salom aytishni qilmaydi do'stim ketib yurmaydi islom shu urush qilmaydi urmaydi ayt bizning dini ma'lum payg'ambarimiz hamma narsani aytdi bizning dinimiz komil bo'ldi bizning dinimiz hammasi xolos mana shu hamishani komil bo'lgan bizning islomimiz shunaqa komil یعنی که چخیلی که همین پمیشانی آباد همه شرایط شد اسلام مامان خیلی جناب پیغمبر گفت که ابغضوا لله و احب لله همون وقت ایمان شما پره میشه که به خاطر خدا دوست داره به خاطر خدا جدا شده امروز جدایی همون به خاطر خدا نیست دوست داری همون هم به خاطر خدا نیست ایروی دنیاش برادر جدا میشه برادر کفر ایروی زن جدا میشه ایروی دودار جدا میشه ایروی اکا جدا میشه ایروی همسر آخه برادر اکثریت کارا را امروز آدمای به ایمان و به توفیق ما را جدا میکنن نیست ما باید به خاطر خدا جدا شویم از انسان کاری خدا را نمیکنه از وی باید ما دور باشیم آدمی که کاری خدا را میکنه ما باید دوستی او باشیم دوستی خدا والله کسی به خاطر خدا دوست باشه که ایره هیچ که جدا کرده نمیتونه ایره هیچ کس برهم زده نمیتونه اما همین دوستی ما به خاطر خدا بسیار نیست جدا میشه اگر ما لله باشیم اگر ما خالصان باشیم اگر همه کاری ما به خاطر خدا باشه ما جدا نمیشیم ببین صحابه میبیان میگه پیغمبر نمازم کمه روزم کمه حجم کمه هیچی ندارم لیکن همین قلب دارم با پیغمبرش به خاطر خدا دوست میدارم میگه پگه قطیم در بهشتی کسی را دوست داری پگه قطیم هموی صحابه که نده پیغمبر را ایتر دیگه نمازم ازگنم حجم ازگنم روزم ازگنم عملم ازگنم بر نرسم با من پیغمبر ده خالصا لله یخشی کرم ozgina amalim borunak payg'ambarni yaxshi ko'raman. Xolisan. Payg'ambar aytadiki, "Sen fardo men bilan jannatga sar." Xolisan lillah. Rahmin Alloh jalla shanuhu do'sti ma ro ba xotir Xudo kunam. Qur'on mega ku al-hajj
والعمرة لله. حج عمره به خاطر من کنه. قبله به خاطر خدا بنیاد شد. حج به خاطر خدا، عمره به خاطر خدا، دوستی هم به خاطر خدا، شیشتنام هم به خاطر خدا، سلامام هم به خاطر خدا. هر انسانی که یک انسان اگر سلام تا یک و سلام علیکم و رحمت الله 30 ثواب میگیره. اگر گوه که السلام علیکم و رحمت الله به خاطر دنیا باشه 30 ثواب نمیگیره. اگر گوه السلام علیکم و رحمت الله فرد یگان کارش غلطی ده سلام دوی سیر نمیگیره. اگر گوه السلام علیکم و رحمت الله پیش یگان خدمت بود کرده بود سلام داده سن این ثواب نمیگیره. سلام هم باید خالصا از برای خدا باشه. سلام هم باید خالصا از برای خدا باشه. السلام علیکم و رحمت الله خالصا لله. حق شریعت اگر امیر دانیم والله 30 ثواب میگیریم. اگر همین سلام این حق خدا این نام خدا به خاطر خدا سلام تیم باید. السلام علیکم نه دنیا باشه، نه کار ما بود میکنه، نه کار ما وقتش بود کردگی چه باید نباشه. همه اینو باید از طرف باشن. ما همچون برادر یک دیگر سلام میتیم. هر چیز به خودش رسمان داره. اسب لجام داره، ماشین چنبرک داره، هر چیز به خودش یک رسمان داره که باید اداره میکنیم. الله میگه که واعتصموا بحبل الله، به بند من چنگ زنه. و دین خدا هم رسمان داره. حبل من قپه میگه، رسمانی من قپه تا شما پراکنده نشوید از زمین، تو دشمن نشوید به جان یک دیگریتون، تو دشمن نشوید در حق یک دیگریتون. امروز رسمانی خدا را یافتن در کار. بازم گفتم که حجت الوداع آیه نازل شد الیوم اکملت لکم دینکم. برای شما امروز دینتان پرشت، دین پرشت دیگه. و اتممت علی نعمتی، بر شما نعمت ما پر کردم. و رضیت لکم الاسلام دینا، یعنی که خداوند برای ما راضیه که اسلام دین باشه. اسلام برای ما دین تمام دیگر. همین آیه معلومه که اطاعت رسول الله واقعا فرض شد دیگه. تمام اسلام برای ما معلوم شد تمام دیگه. ما نه این میگم نه اون. کسی که همین آیه خودی عمل نمیکنه البته ما او را مقصد میگیم جهنمیه. ما به نو ترسیده میگیم. خدا میگه من راضیم که اسلام برای شما دین باشه. برای همین اسلام ما را برادر کرد، اسلام ما را محبت آورد، اسلام ما را نعمت آورد. اسلام چقدر بزرگی بالای سر ما را آورد. اینه باید ما قدر کنیم، اینه باید ما دوست داریم، اینه باید ما حرمت کنیم. برادریه که اسلام داده برای ما باید برادر را احترام کنیم. بازم گفتم که صحابه ای 4 افق دنیا آمد. وقتی که امکی جناب پیغمبر صلی الله علیه و سلم به ادبی میکنه در حضور پیغمبر غم میته، خدا میگه تبن لک، هلاک باد ابو لهب. نامش میگه تبت یدا ابی لهب. خدا میگه هلاک باد ابو لهب و نابود باد دستایی که پیغمبر غم میته. امک شای، خیش شای، جگرگوشه شای، نزدیک شای، اما میبیا وقتی پیامبر دا باور نمیکنه غمتیه، خدا میگه تبن لکه. ما کیم خمون وقتی پیامبر دا باور نکنیم؟ اما کیش روی خاطر نمیبینه قرآن، اما کیش دو اما تا کفر مردگیه، اما کی پیغمبر قرآن روی خاطر نمیبینه. اما سلمان ای فارس میبیا میدرا که رسول الله بالای منبر در 6 تای بجلکای رسول الله تافته است میگه تا شلوارش بالا. سلمان میبیایه و بجلکای رسول الله را میقپه، دزمیش تگی میقپه و دستش میمونه و دیده هاش در همون بجل و پنجه ها میموله. سبحان الله شو حالش. ایته فوکی رسول الله میگه اشهد انک رسول الله، شهادتی میتیم که تا حق پیغمبری. رسول الله میگه در بالای کیفت سلمان دستش میمونه و میگه ابو لهب از پیش من جهنم رفت، سلمان ای فارس آمده اهل بیت من شد. دین ما دین اولادی نیست، دین ما دین خش تبرجگی اویلوی نیست. دین ما دین از که به خودش نظام داره. سلمان از او افق دنیا میبیا، پیغمبر میگه سلمان اهل منه. پیغمبرمز دی آواسه مقصد ابو لهب دی. پیغمبر دی ایمان رو ایمان
payg'ambarda iymoniy maqsadi gap yo'q edi. Payg'ambarda ozor berdi, ishkanja berdi, dashnom berdi. Qur'on aytadi tabban laka wal Abu Lahab halok ber aytadi. Ammo Salmon Forsga keladi, iymon ol keladi, payg'ambarimni oyog'isini tutadi, aytadi ashhadu an la ilaha illalloh va anna Muhammad rasululloh. Payg'ambar aytadiki Abu Lahab menda avoyimdi. Jahannam ketdi, do'zax ketdi. Lekin Salmon Fors deydi, keldi menda ahlim. Bizda islom avlod islomi yo'q, islomga avlod yo'q, meni avlodim, meni o'g'lim, meni tog'im yo'q. Islomga programmasi bor. Ashhadu an la ilaha illalloh va anna Muhammad rasululloh birinchi programma. Ikkinchi namoz, ro'za, haj, zakot, payg'ambarning muhabbatisi, maqsad bratstvo, salom alaykum. Bu islomning programmasi juda ham katta. Hech kim aytmaydiki islom maqsad avlodlik din. Yo avlod yo islomga. Islomning programma bor. Do'stlarim, birodarlar, ammo bunda do'stim muhabbat به خاطر خدا باشه. بدبینی منابعت به خاطر خدا باشه، نزدیکی منابعت به خاطر خدا باشه، دوری منابعت به خاطر خدا باشه. والله به خاطر خدا دوست داریم، به خاطر خدا جدا شویم و نمک ایمان نمیچشیم. باید ما به خاطر خدا دوست شویم، به خاطر خدا قچاق کنیم، به خاطر خدا سلام کنیم، به خاطر خدا یاردم کنیم. دیده هستیم که همون آدم خدا نیست، به خاطر خدا جدا شویم. این همیه اسلام همیه. اسلام دیگر چیز نیست. همین به نمازشون بینه، به روزه‌شون بینه، به حجشون بینه، آخری پدرشون بینه، دشنامچیشون بینه. همین آدمی که رای کنج نه برادرها بد بینیش، اما آدمی که در رای درسته او را دوست داره. همین یک انسانی فقیر عادی زندگی میکنه، یعنی که در رای درسته او را دوست داره. اما یک انسان شاه هم باشه، وزیر هم باشه، ثروتمند هم باشه، وقتی راهش خطای او را نقض بینه. اسلام ما نمیگه. دوستداری خطیر، بدبینی هم در اسلام ما حد داشته، اندازه داشته. خداوند این ملک اسمت‌الله را آباد کنه، گذشته‌هاش رحمت کنه، خیراش قبول کنه، امون رو پدر و مادرش پروردگار نگهبان شود، گذشته‌هاش جوش بهشت کنه، فرزنداش برای راست هدایت کنه، مشکلاتاش آسان کنه، دولت چه زیاد کنه. ربنا تقبل منا انك انت السمیع العلیم برحمتك یا رب.